Jemanden im Stich lassen. Das bedeutet, jemanden in einer schwierigen Situation alleine lassen, hilflos lassen. این اصطلاح در زبان آلمانی به معنی کسی رو توی یک موقعیت سختی به امان خودش گذاشتن، تنها گذاشتن. خب این شتیش یعنی شتیش از زمان قرون وسطا به معنی اون جنگ بوده، به معنی اون موقعی که با شمشیر شروع می‌کردن به هم زدن به اون میگفتن شتیش. لاسن هم یعنی گذاشتن. این شتیش لاسن یعنی موقعی که اون شوالیه در برابر یه شوالیه دیگه در حال جنگ بوده انتظار داشته که دوستاش رفیقاش بیان بهش ملحق شن و کمکش کنن و موقعی که اینا بهش ملحق نمی شدن می گفتن hat mich im Stich gelassen. اینو منو توی این جنگ تنها گذاشت. hat mich im Stich gelassen. که از اون زمان این اصطلاح هی منتقل داده شده و الان امروز روز به معنی کسی رو توی شرایط سختی تنها گذاشتن است. Zum Beispiel lass mich nicht im Stich یعنی منو به حال خودم نذار، منو تو این شرایط سخت تنها نذار. Du hast mich im Stich gelassen. تو منو به حال خودم رها کردی، منو به امان خودم رها کردی. این مثال از گیم آف ترونز ببینید. Haben deine Brüder dich im Stich gelassen? Ich kann dir sagen, wohin du gehen musst. اینجا ایگورت به جان اسنو میگه که deine Brüder haben dich im Stich gelassen یعنی داداشات تو رو تو این شرایط سخت تنها گذاشتن، به کمکت نیومدن. این مثال از گیم آف ترونز مستقیم. شما هم زیر این ویدیو چند تا مثال با این اصطلاح کامنت کنین، من براتون تصحیحش میکنم.